کتابی مسئله کتابی حدیث. در دوشنبه مقامات دکان‌های کتابفروشی ادبیات دینی را در نزد مسجد مرکزی پایتخت مهر زدند. یکی از صاحبان چنین دکان کتاب به خبرنگاران آزادی گفت مقامات 3 هفته قبل در دکان‌های آنها را مهر زده با فروش ادبیات دینی اجازت نمی‌دهند. بیش از 10 مغازه فروش ادبیات دینی از جانب ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین مهر بسته شده است. آزادی با تکیه به یک کارمند کمیته خبر می‌دهد که ماه گذشته بر اساس سنجش فعالیت این دکان‌ها از جانب کمیسیون مشترک از چند شعبه به در آنها مهر زده شد. حالا چند مواد و ادبیاتی که در دکان‌های کتاب مصادره شده بودند تحت آموزش قرار دارد، اما فکر میکنم که این مغازه‌ها دوباره گشوده خواهند شد، گفت نماینده کمیته دین. باید گفت که در تاجیکستان بیش از 10 سال است که واردات و نشر ادبیات دینی تحت نظارت قطعی قرار گرفته بدون اجازه کمیته دین به هیچ یک کتاب دارای خصوصیت دینی در رف‌های دکان‌های کتابفروشی جای داده نمی‌شود. یکی از ساکنان محلی با نام عبدالحلیم به تحریریت خبرها گفت این دکان‌ها قریب یگانه جایی است که نه تنها برای ساکنان پایتخت بلکه برای ساکنان دیگر منطقه‌ها نیز هر نوع ادبیات دینی را خریداری کردن ممکن بود. در اینجا اصلا تنها ادبیات تصدیق کرده کمیته دین میتوانست خریداری کرد که بسته شدن دکان‌ها اکثر ساکنان محلی را به حیرت آورد. روز از روز جانب مقامات تاجیک برای دینداران در آموزش اسلام مانع‌های بیشتر ایجاد می‌کنند. فرزندان مسلمانان نمی‌توانند دین بیاموزند. با مسجد رفتن کودکان منع است. ساکنان کشور به فرزندانشان آنچه را که خود می‌دانند تعلیم می‌دهند. اکنون دکان‌های کتاب فروشی بسته شده است. بعد چی؟ آیا خانه به خانه گشته قرآن، الفبای عربی و ادبیات دیگر را مثل زمان شوروی مصادره می‌کنند؟ خشمگین شده میگوید همصحبت خبرها از پایتخت با نام اعظم. البته ضرور است. چی ضرورت داره؟ آخه یگان چیزی نمیفهمیدگی تا میفهمی خوب نیست.